میگم بچه ها پایین بریم کو؟ دست خالی؟ نه بریم سیب زمینی جخت بکنیم بخوریم. فکر خوبیه، بریم. ای بابا، باز این پرنده ها ریدن رو من. راستی لاکی، لاکت چرا اینجوری شد؟ یه روز با بچه ها رفته بودیم سیگار بکشیم، من با آقای شیر یه شوکه کوچی کردم. وقتی که کبریت از تو لاکم در آوردم خره رم کرد، حمله کرد سمت من. منم رفتم تو لاکم. به حرفای لاک پدرم 13 روز تو لاکم جا خورده بودم. اگه فیلم میکرد بیناموس. این که چیزی نیست. یه روز من و پدرم روبی رو دیدیم، بعد دهن تو رو سرویس، خوب آهو رو از چنگ روبی در آوردی. عجب جای ردیفی ها. 15 روز را اومدیم ولی میارزه. خب سیب زمینی کجاست؟ آها اینجا، من خودم آوردمش. که آیتا بگو اینجاه. لاکی قرقی روغن بگی بیار. ها روغن؟ یه چیزی بگم؟ روغن یادم رفت بزن به چاک، بزن به چاک، یا لست تو لاکت در میار. باور کنی یادم رفت، باور کن. الان لاکت در میار بی ناموس. 15 روز رو نیومدیم که اینجا ما مسخره کنی که. به جان مادرم نیاوردم. چی کار میکنین؟ میگم یادم رفت دیگه، لاکمو در نیارین. واقعا نیاوردی؟ یالا بزن به چاک برو پایین، خودت روغن بگی بیار. شما نامردی میکنین، من تو برم بیام 1 ماه طول میکشه. شما سیب زمینی رو آتیشی میبزین میخورین خودتون. نه بابا، سیب زمینی سرخ کرده حال میده. قول میدیم این کارو نکنیم. تو که غرقی هستی، 20 روزه بر میگردی. قول میدید؟ قول میدید صبر بکنید؟ آره بزن به چاک، بزن به چاک. ولی من میدونم دروغ میگن. امروز 30مین روزه ولی هنوز نیومده. داره زمستون میشه. زمستون اینجا خیلی سرده. اگه تا 5 روز دیگه نیومد سیب زمینی ها رو آتیشی میزنیم. حواست کجاست؟ امروز 35مین روزه بابا. باشه، پس بریم آتیش درست کنیم. آخ این کی بود سر زد؟ آخ کی بود؟ کیه؟ معلوم نیست چیه. دمه فرار کن. این چیه تو گلوت اومده؟ هیچی بابا، نه ترسیدم. صبح داده تخم مرغ خوردم سر گلوم گیر کرد. آها، من فکر کردم تو. آی نامردا، میدونستم به هیچ کدوم اعتماد نیست. من نرفته بودم چون میدونستم شما نامردا صبر نمیکنید تا من بیام. یعنی 35 روز این پشت سنگ جا خورده بودی؟ چه حیوان گویی هستی؟ ما چه گناهی کردیم تو بی‌ناموس رفیق ما شدی؟ ای خدا، من خودم آتیش میزنم. باید لاک دستان در بیارم 1 عمر مثل ماملک تو جنگل دوردار بکنی. نامردا، آخه من چه گناهی کردم؟ شما داشتین به من نارو میزدین. خفه شو انگل. لاکمو بدین تو خدا، لاکمو بدین به خدا. شرما میخوام، سردمه آقا، لاکمو بدین.